علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر من سوال نمودن که شخصی که دچار وسوسه کردید چه دعاها را در اون هنگام بخواند و از کتاب از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم برای ما راهنمایی بکنید. جزاکم الله خیرا. دوستی الله، وقتی که انسان دچار وسوسه شد چه از طرف شیاطین الانسی و جنی، بهترین اول این است که سوره قل اعوذ برب الناس که خودش این دعا هست اینو بخواند، همچنان که الله سبحانه و تعالی رسول صلی الله علیه و سلم امر کردن که این دعا را این سوره ها را بخواند. قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم پروردگار مردم، ملک الناس، و پروردگاری که مالکی مردم است پناه میبرم، مالکی مردم است، تمام تصرفات از دست او است و او غنی است و او پناه میبرم. اله الناس، و پناه میبرم به پروردگاری که هیچ معبود بر حق نیست مگر الله، به او پناه میبرم. از چی پناه میبرم؟ من شر الوسواس الخناس، از اذیت شیطانی که وسوسه میکرد انسان را هنگامی که انسان در غفلت میآید و هنگامی که انسان ذکر الله میکرد و او شیطان از او دور میشود. از او پناه میبرم. یک از صفتهای شیطان همین است که خناس است. خناس به این معنی که انسان هنگامی که در غفلت بیاید شیطان او را وسوسه میکند. انسان هنگامی که در غفلت آمد و از ذکر الله، تلاوت قرآن، از یاد الله دور ماند، در غفلت رفت، اون وقت شیطان میاد چون میکند وسوسه میکند. این میگن خناس. همین که ذکر الله هم میاد، ذکر الله ذکر میکند و به یاد میارد، میبینی که شیطان از او فرار میکند. این خناس همین ترجمه دارد. پناه میبرم از شر وسواس خناس، از اذیت و وسوسه های شیطانی که انسان وسوسه میکند هنگامی که انسان در غفلت باشد و هنگامی که انسان ذکر الله بکند او چون میکند خودش پنهان میکند. از این پناه میبرم. بسوی الله الذی یوسوس فی صدور الناس، پناه میبرم از همون شر و اذیت شیطانی که او وسوسه میاندازد فی صدور الناس، در قلب‌های مردم. در قلب‌های مردم وسوسه میآورد، بدی را میآورد، شک میآورد، نسبت به دین، نسبت به اعتقادات شک و شبهه میآورد. پناه میبرم از اون شیطانی که در قلوب مردم وسوسه میآورد. ان شاء الله که این سوره را همیشه تلاوت کنیم. از کدام؟ من الجنه و الناس، از کدام شیطان ها؟ از شیاطین جنی و انسی. ببین به نص آیه قرآن ما دو قسم شیطان داریم، شیطان های جنی داریم، شیطان های انسی داریم که اینها در قلوب مردم چون میکنن وسوسه میاندازن. و همچنین در سوره مؤمنون دعا است که ان شاء الله که برای شما روان میکنم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، این دعا را میتونی که برادر عزیز بخونی. پروردگارا پناه میبرم از همزات، از وسوسه های شیاطین، و اعوذ بک ان یحضرون، و پناه میبرم از اون شیاطینی که بر من حاضر میشوند، یعنی وسوسه میکنن در قلب های من و شر و بدی را برای من چون میکنن میارن، از او پناه میبرم. این دعا را میتونید که برادر عزیز بخونید. و همچنین از سنت رسول صلی الله علیه و سلم که گفتین میتوانید که دعایی که برای شما روان کردم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این دعا را همیشه میتونید که چون یه بخونی. این بهترین دعا است. رسول صلی الله علیه و سلم همیشه این دعا را میکردن. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بود که گناههای گذشته و گناههای آیندهش مورد عفو و مغفرت شده بود، ولی این دعا را میخوان. پس چقدر ما نیازمند هستیم به این دعا؟ خیلی ما نیازمند هستیم، در حالی که ما نمیدونیم که گناههای گذشته ما بخشش شده است و آیندهش بخشش می شود، یا ما خبر نداریم. پس باید این دعا را ما و شما زیاد بخونیم. رسول صلی الله علیه و سلم گناههای گذشته و آیندهش مغفرت شده بود، ولی این دعا را چون میکردن میخوندن، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قلب مرا الله بر دینم ثابت قدم نگه بدار. یا همیشه بخونیم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.